میدونی چیه رفیق؟ داریم کم کم به پایان نسل انتقالی نزدیک میشیم. آخرین بازمانده های نسل سنتی و اولین اهالی دهکده مجازی نسل مدرن. ما با تمام سختی هایی که داشتیم فکر کنم نسل بی‌نظیری بودیم. نسلی هستیم که هم خانواده پر جمعیت رو دیدیم، هم خانواده کم جمعیت تک فرزندی رو تجربه کردیم. نسلی هستیم که عمو و عمه و دایی و خاله برامون عزیز و پررنگ بودن و نسلی رو دیدیم که همین عزیزترین ها و آشناها برامون غریبه تر از غریبه شدن. نسلی که همسایه و هم محلی بخش مهمی از خاطراتمون بود و نسلی رو دیدیم که توی آپارتمان چند واحدی کسی رو نمیشناسه. نسلی که گروه‌های گفتگوهامون جمع شدن داخل کوچه بود و نسلی رو دیدیم که با اینستا و واتساپ و تلگرام گروه‌های مجازی تشکیل دادن و سال تا ماه همدیگه رو نمیبینن. نسلی رو دیدیم که روزا و هفته‌ها تو خونه پدر بزرگ و عمو و دایی میموندیم و نسلی رو دیدیم که بعد 2 ساعت مهمونی زورکی خونه عمو و دایی تو گوش پدر و مادر غر میزنن که چرا نمیریم. نسلی هستیم که تماشای آلبوم‌های خانوادگی یکی از سرگرمی‌های مهمونیامون بود و نسلی رو دیدیم که هزاران عکس بی‌حس رو تو حافظه گوشی و کامپیوتر ذخیره میکنن بدون اینکه حتی هوس کنن یه بار نگاش کنن. نسلی که تو پذیرایی خونه‌هامون فقط پشتی و بالش بود با کلی مهمون. متاسفانه نسلی رو دیدیم که مبل بخش زیادی از فضای خونه رو اشغال کرده و کسی نیست رو اونا بشینه. این نسل دیگه تکرار نمیشه، نه قبلا وجود داشته نه بعداً به وجود میاد. ما زمانایی رو دیدیم که خونه سالمندان اسمی ناآشنا بود و مسخره، ولی الان تو هر شهر و محله تابلوی این مرکز خودنمایی میکنه. ما نسل انتقالیم. ما خیلی نسل عجیب غریبی بودیم. هم واکمن دیدیم، هم اسپیکر، هم شو تنین، هم رادیو جوان، هم هایده و داریوش، هم شایع، هم روبرتو کارلوس و باجیو، هم یامال و هالند، هم عابدزاده و دایی با غیرت، هم بیرانوند و آزمون، هم خوردن عسل و نوشابه عروس دومادا، هم فرمالیته، هم کپون شکر و گوشت، هم اسنپ مارکت، هم مخزنی‌های خیابونی و نامه و تکچر زدن جلو مدرسه دخترونه، همین اپلیکیشن‌های دوستیابی، هم دختر و پسرایی که بدون اجازه خانواده آب نمیخوردن، هم دختر و پسرایی که تا 2 شب تو پارک گل میکشن، هم استرس روزنامه کنکور، هم پذیرش دانشجو با کنکور و سهمیه و مسخره بازی، هم قلک پلاستیکی، هم ارز دیجیتال، هم مسابقه محله، هم عشق ابدی مسخره، هم موشکای رنگی کاغذی، هم موشکای واقعی و جدی و کلی دلهوره، هم گرونی، تورم، دلار، حباب، سلطان، آقازاده، مهاجرت، بیکاری، ماشین بیکیفیت، سکه گرون، طلاق، کرایه خونه گرون، بورس، پاچ خار موفق، باسواد بیکار، خودکشی، فساد، اعتیاد. ما کرونای تاریخی رو دیدیم، ما جنگ رو دیدیم. خیلی دوست دارم بدونم تو آینده از ما پوست کلفتا چجوری یاد میکنن. اصلا ما برای کدوم برگ تاریخ بودیم؟